دوستان عزیز سلام. اندیکاتور ASR رو اگر روی چارتتون داشتید تو این 2 روز میتونستید این لول ها رو به زیبایی ببینید. بعد اینکه اندیکاتور رو انداختین روی چارت، من خودم با سطح با اکیورسی لول 4، یعنی تو تنظیماتش عدد 4، حالا این 5 تا رو میتونید 10 تا 20 هم بکنید چون نشون دادن خطش هست، بندازید روی چارت، میبینید که یه سری واکنش ها رو خیلی خوب داره نشون میده. اگر اندیکاتور رو انداختین روی چارت و دیدین که این لول ها نشون داده نمیشه، حتما چارتتون رو از دیلی بیاید که دیتا هاش لود بشه و محاسبات به درستی انجام بشه. ببینید خیلی واضحه دیگه. شما دیروز میتونستید این واکنش ها رو اینجا ببینید، 3 تا واکنش خیلی خوب و حتی پایین هم واکنش های خوبی رو داده و امروز هم تو تایم توکیو یه لول برگشتی، تو تایم لندن هم دوباره لول برگشتی داره. پس این لول ها رو بدون نیاز به هیچ چیز دیگری در چارت، یعنی هیچ اصلا نیازی نیست که شما گذاشته چارت نگاه کنید، خودش بررسی کرده، دیتا ها محاسبه شده و برای شما یه سری محدوده های برگشتی یا ریاکشن رو خیلی خوب مشخص کرده. امیدوارم که بتونید از این اندیکاتور نهایت استفاده رو بکنید. در ادامه یه سری استراتژی های پیشنهادی هم بهتون خواهم داد که بتونید با این اندیکاتور به راحتی معامله بکنید، ولی با استراتژی خودتون، با بک تست گیری حتما مسلط بشید و بعد اقدام به معامله تو اکانت های ریلتون بکنید. برای دانلودش هم که گفتم، برای اکانت های دموتور میتونید از کانال تلگرام رایگان دانلود کنید. موفق باشید.